داخل نوارهای بهداشتی و پوشک بچه یه پودر سفید رنگی رو قرار دادن که این پودر سفید رنگ بعضی وقتا باعث سوزش پا میشه، مخصوصا توی محصولاتی که قیمت پایینی دارن. حالا تصمیم گرفتم هم بهتون نشون بدم این پودر چجوری کار میکنه و هم بگم چرا میسوزونه. این پودر از جنس پلی‌آکریلات ها هستش که به زبون ساده یک سری زنجیرهای بلندی هستن که از واحدهای کوچیکتری درست شدن. مشکل همون واحدهای کوچیکه. بعضی وقتا موقع تبدیل این واحدهای کوچیک به بزرگ واکنش کامل پیش نمیره و یک سری از این مولکول‌های کوچیک به صورت آزاد باقی میمونن. این مولکول‌های کوچیک که اسمشون آکریلیک اسیده خاصیت اسیدی و خورندگی دارن و برای پوستایی که خیلی حساس هستن سوزش ایجاد میکنن. میزان استاندارد حضور این مولکول‌های کوچیک 350 میلی گرم در هر کیلوگرم پودر خشکه، اما همین مقدار کم هم توی دفعات زیاد چون استفاده میشه میتونه باعث سوزش بشه. این پودر میتونه تا حدود 400 برابر وزن خودش آب رو جذب بکنه و توی خودش نگه داره و این روزا تبدیل شده به یکی از چالش‌های زیست محیطی به خاطر اینکه به هیچ عنوان توی طبیعت تخریب نمیشه.